موعد ما که دمشق بود، چرا شما زود آمدید؟ میخواستیم از آنجا به شام و شهرهایش برویم و اوضاع مردم را بررسی کنیم. در آن سرزمین بیماری شیوع پیدا کرده. طاعون از امواس در فلسطین شروع شد و باعث مرگ و میر بسیار زیادی شده. نظر دوستانیم بود که شتابان نزدت بیاییم تا بتوانید تصمیم درستی بگیرید. اکنون میایید یا به مدینه برمیگردید؟ ما منتظر تصمیمتان هستیم. نظر من این است که به شهر وارد شوی. تو برای خدا حرکت کرده ای و در راه او قدم برداشته ای. نباید یک بیماری شما را از هدفتان باز دارد. بهتر است مردم را برگردانیم. این بیماری بسیار خطرناک است. به نظر من تا وقتی که برطرف نشده نباید به شهر بروی. باز میگردیم انشالله. از تقدیر الهی فرار میکنی عمر؟ تو نباید چنین بگویی ابا عبیده. بله، فرار از تقدیر خدا به تقدیر خدا. اگر کسی به دشتی قدم بگذارد که در آن بخشی سبز باشد و بخشی خشک، بهره‌مندیش از نعمت به خواست خدا نیست و گرفتاریش هم به خواست او نیست. درست گفتی. من نیز شنیدم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که ایشان می‌فرمود هر وقت این بیماری در شهری آمد به آنجا نروید و اگر در آنجا بودید و شیوع یافت به شهر دیگری نروید. الحمدلله، ایمان شک را از بین برد. حال دیگر بروید.